به نص قرآن سحر، تعلیمش، تعلمش، یادگیریش، رفتن پیش ساحر، کل مواردی که مربوط به ساحر و جادوگر و فالگیر و کاهن هست، افسونگر هست، همه اینا کفره. نواقض هست جز نواقض اسلام و شهادتین. خوشیار باشیم عزیزان، خصوصا مادران و خواهران که متاسفانه خیلی زود متاثر میشن از گفته های افرادی بیدین، شیاد، دجال. به محضی که کوچکتری مشکلی براش پیش میاد، مریضی جسمی براش درست میشه یا مریضی روحی براش درست میشه، افسردگی پیش میاد، بیماری هستند از جانب الله متعال و رحمت هست بیماری از جانب الله تعالی. اگر صبر بکنه شخص براش اجر و پاداش هست، سبب مغفرت گناهانش هست. اگر صبر نمیکنه دنبال معالجه شرعی باشه، اون معالجه، اون علاجی که شرع اجازه داده. ما اجازه نداریم که هر علاجی که ممکن هست انجام بدیم که خودمون معالجه بکنیم، اجازه نیست. فوقش میمیری. مریضی گرفته، مریضی هایی که الان میبینیم در جامعه ما شما و سرانجامش هنوز داروش کشف نشده، شخص موتش اومده بر همون مریضی میمیره، اما ایمانش، تقوایش، توحیدش از بین نمیره. اما اگر مراجعه کرد پیش شیادی، دجالی، ساحری، جادوگری، تعویزی، ایمانش از دستش رفته.